پیلوت اعلام کن. پیلوت دست ما اعلام کن. اعلام نمیکنم. اعلام نمیتونم. تو با اگه من بخوایم تو را اعلام کده برم قلبم به من ای اجازه را نمیته دویگو جان. پیلوت یعنی ما از یک دیگه خود منصرف شده نمیتونیم دویگو. به خاطر که من تو را با چشمایم نه با قلبم دوست دارم. فهمیدی؟ بیبی ای گوهری که طرف چپم است تا زمانی که استاد نشه من از تو منصرف نمیشم. فهمیدی؟ نمیتونم. ماما قسم. خلاصه تمام راه را پلیس محاصره کرده. حالا چی میکنی؟ چی میکنم؟ البته که فرار میکنم. سیفدار به هیچ کسی نمیمانم. تو هم از اینجا برو منتظر خبر ما باش. برو. چو باش. برای ایلاکو آدم کثیف. بیا دیگه احمق. ایلاکو من نمیرم. حالا زود باش. حالا بیا را برو. زود چی بیا سیفدار. ایلاکو بالا شو دای موتر بالا شو. زود شو دیگه بالا شو. سیفدا تو چی میکنی آدم کثیف؟ چی میکنی؟ سیفدار از پیش ما گرفتن نمیتونی احمق. گرفتن نمیتونی. علی با آخر راه رسیده اویگار. با آخر راه. بعد از این دیگه فرار نمیتونی. تو کجا فرار خود کردی؟ چو باش سیفدا. تو کجا فرار میکنی آدم؟ باز میبینی از اینجا ما میریم. برات میگم پاشو. به هر جایی که میری برو گم شو. تو را از من میبرم. تو را دفن خواهد کنم. ما را بکشتن میتی سیفدا. پاشو آرام باش. چیزی به نام ما نیست. تو بیاز مردی دیگه. دهان سیفدا. تو مردی دیگه. اوی گاد. پاشو داشت بشی. آرام باش. ای بار دیگه سرت رحم نمی کنم اویگار. ای بار دیگه نمی بخشمت. دنیا وجود داره. یک چیزی بگویم. اینقدر چاقو خوردیم، اینقدر مرمی خوردیم، اما به خدا قسم هیچ کدامش قدر درد نداشته. بار دیگه درد نمیکنه انشالله. بیشتر از این نباید با هم باشیم. او عزیز پدرم فکر میکنه که جدا شدیم نی؟ حالا اگه ما را ببینه باز خوب نمیشه. ها راست میگی. حالا به خاطر پدرت بود میبینیم. اگه ما رو ببینه چی خود کرد؟ ها؟ مغزای من رو خوب باد نمیکنه نی؟ یکم وقت دیر شوه باز مور قانه میسازم. درست است؟ شب بخیر. با تو. اویگار! علی
علی لطفاً خدا برسان، علی لطفاً خدا برسان، علی خدا لطفاً برسان. تحمل کن میرسم، نجاتت میدم. علی تو را میکشه احمق، علی تو را میکشه. فهمیدی؟ باش. فرار کردن نمیتونی اویگار، فرار کردن نمیتونی. تا کجا میخوای فرار کنی؟ ببستان. گفتم چه باش دیگه. ایچی هست. اینا از کجا پیدا شدن؟ جایی فرار کردن نمیتونی. بیا زود شو دیگه. تیز شو. بیا سیفدا بیا. علی اویگار پیش نبیا احمق، پیش نبیا. علی اویگار هیچ جایی نمانده که فرار بتونی. سیفدار ایلاکو. گفتمت که پیش نبیا احمق. اویگار حماقت نکو، اسلحه تا بنداز. نمندازم آقا کرد. نه اسلحه خدا مندازم و نه سیفداره اعلام میکنم. ده او صورت چی خواد کدی اویگار؟ برات عذر میکنم مرا ایلاکو، لطفاً مرا ایلاکو. اگه ده اینجا بمارم هر دوی ما یک جای میماریم. برات میگم که پیش نبیا احمق، پیش نبیا. اویگار سیفدار ایلاکو با هم گپ میزنیم، تفاهم میکنه. چیزی به تفاهم کردن نمانده. اگه ما با آخر راه رسیدیم باز خانم خدا گرفته و یک جای میری. اویگار سیفداره از پیش ما گرفته نمیتونی، خانم ما از ما گرفته نمیتونی. ایره با تو اعلان نمیکنم. علی سیفدای طرف چشمایم سلکو. سیفدای علی بدونی که بترسی، بدون ترس. سیفدا تو چی میکنی؟ ای کار کردن میتونی سیفدا؟ نه هیچ چیزی نمیکنی. چوب میباشی و ده اینجا آرام میباشی، هیچ کاری نکنی سیفدا. همیاله از اینجا نجات پیدا کردن نمیتونه. تو بازم به افراد ما بگو که جسدش بپالن. زیاد ترسیدم علی، گفتم شاید به هم نرسیم. ترسیدم. نترس سیفدا، نترس، ما پیشت هستم. من زیاد دعا کردم، اینو میفهمی؟ زیاد دعا کردم. تو برام گفته بودینی وقتی دعا کنی باز خداوند کسی را به کمکت روان میکنه. وقتی دعا کردم باز تو آمدی. تو دعای قبول شده مستی علی. تو را زیاد دوست دارم سیفدا. ما هم دوستت دارم علی، دوستت دارم.
مادرت حالا با بیقراری منتظرت است. میایم. علی بگو سیفدایم. این کابوس اویگار خلاص شده همون تو نیست؟ خلاص شد. اویگار واقعا مرد نه؟ بله. خب حالی چی خود شد علی؟ خانمم میشی سیفدایم. ای بار واقعا خانمم میشی. ما واقعا زیاد معذرت میخوایم. زیاد خجالت کشیدم. فعلا لازم نبود که قسم یک چیز شوند. درسته سیفدایم. تو خدا جیگرخون نساز لطفاً. درباره همه فکر نکن. بیبی بسیار چیزای سخت را سپری کردی. زیاد خسته شدی. کم استراحت کن لطفاً. سیفدا جان مادر. خدایا هزار بار شکرت. خدایا شکرت. من فکر کردم که تو را چیزی شده. زیاد ترسیدم دخترم. مادر درست است ببینم این خوب است. دختره یک دانیم. خواهر جزامکیم. یک دانیم. زیاد ما را ترساندی. بیا اینجا. خوب استم. هزار بار شکر در کنارتان استم. علیمم زنده باشه. او مرا نجات داد. خداوند ازت راضی باشه. بسیار زیاد تشکر. حقتان ادا کردن نمیتونیم. بسیار زیاد تشکر. سیفدا جان مادر، زیاد خسته شدی. نمیفهمم که تو را در اونجا چقدر آزار داده باشن. حالا بیا. علی سیفدایم. برو، مادرت حق با جانم است. زیاد خسته شدی، کم استراحت کن. بعداً باز با هم گپ میزنیم. درست است؟ خانمم میشی سیفدایم. خانمم میشی سیفدایم. ای بار واقعا خانمم میشی. برش گفت خانمم میشی. برش گفت خانمم میشی. مادر جان، مادر جان چرا گریان میکنی؟ مادر جان تو خوب هستی؟ چرا نمیبرایی؟ بچه‌م چند دقیقه بعد مبرایم. خوب هستم.
اینه ببین جان مادر آمدم. بیا جانم. مادر چرا گریان کردی؟ جان مادر ما خوب هستم، گریان نکردیم. گریان کردی؟ من خودم شنیدم. کی تو را جگرخون ساخته؟ پدر جان؟ بچه؟ خاله سفدار از آدمای بد نجات دادی، اما ترس نی؟ نجات دادم بچیم، نجات دادم. پدر شعرم. اما میفهمین مادرم گریان کرد. هر کس که مادرم ما گریان داده اورم لد که درست است. سلام علیکم دوستان عزیز، به شما یک کانال رو توصیه دادیم که کانال مادر جان تیجی بهترین ویدیوها رو دارن. می‌داریم همه کسا پخشش میکنیم و این کس رو دستگیری میکنیم. من سلسله کانال رو در افشان ویدیو و در کامنتر تکلیف میکنم. حتما در مورد ابونه شوید. چی کردین جان؟ جسدش پیدا نکردین؟ میگن که قوی دریا بسیار زیاده ساقو کرد. امکان داره که او را در یکان جای دور برده باشه، اما بازم میگن که تا چند روز حتما پیدا میکنن. فهمیدم. یعنی حاله گفتم میتونیم و ایگار مرده. بله مرد. بالاخره کابوس و ایگار خلاص شد. از دست او نجات پیدا کردیم. ما چطور به گپای او بیشرف باور کردم. حتی به ای باور کردم که پدر من نکشته. فقط تو خو نکدی بچیم، بلکه کل ما سر گپاش باور کردیم. قندم، خدا میفهمه که تو چقدر ترسیده بودی. امکان داره نترسه. از او پس انتظار هر کار میرفت. من هیچ نترسیدم، میفهمین؟ گفتی نترسیدی؟ بله، به خاطر که علی کاری را که گفته بود کردم. زیاد دعا کردم، نماز خواندم، از خداوند کمک خواستم. او هم علی را برم روان کرد. تو نماز خوندی؟ بله. نجمی بیعقل منتظر بودن در پیش دروازه دویگو چی ما نامته و سگ بشرف. اما تو صبر کن. من حال برات نشان میتم که کسیف ساختن هوایی که دویگو تنفس میکنه چی ما نامته. ودت لوده نیک تو کدام رادار داری بیادر؟ هر وقتی که به بلا نزدیک میشم باز مثل ستاره شناس برم زنگ میزنی. کدام چیز شده ودت؟ بیبی باز پرسانم میکنه که کدام چیز شده. پیلوت تو کجاستی؟ آی بیبی قسم میخورم دوایی را که از دوی گونه خوردیم از تو خاط خوردم بیادر. پیلوت کجاستی بیادر؟ کار دارم کار. آی چی کار داری؟ تسلیمات داریم فراموش کردی؟ های ودت به خاطر این گپ چند دفعه باید برات بگویم که بفهمی. ما او کتاب بسته کردیم، حتی ورقای او کتاب پاره کردیم دور انداختیم. فهمیدی یا نه؟ والله این بار باید به خاطر ما بیای بیادر. قرارداد کارت تو کردی، اونا تو را میشناسن مرا نه. اگه تو نبیایی باز قرارداد همه چیز از بین میره. بیا از کارو بارم خراب است. حالا ودت حالا خودت به یک شکل حلش کو. ما یک مسئله مهمتر از او دارم. آی پیلوت ای تو چی مسئله مهم است؟ بازم دویگو هست همون تو نیست؟ بله بیادرم، دویگو
بازم دویگو. آفرینت بیادر. آفرینت. من برات میگم که با تو ضرورت دارم پیشم بیا، اما تو میگه با خاطر دویگو آمدن نمیتونم. بله بیادرم میگم. دویگو میگم. و تا وقت مردنم همه قسم گفته میرم. ایره دیگه قبول کو. بیشتر از این نه خود خسته بساز نه مرا. فهمیدی یا نه؟ آی پیلوت. پیلوت. احمق. نجمی لوده، نجمی بیعقل. او پلان را که سر دویگو داشتی باش که من برات نشان بتم چه قسم باید عملی کنی. احمق بیادرم کجاست؟ او پیلوتی که با خاطر یک گپ ما دنیا را میسوختاند کجاست؟ بگو کجاست؟ بیادر چی گپ است؟ چیز ای پاکت با شما آمده. بیار. بچی می چی است؟ ایره کی روان کده؟ نمیفهم در پشت دروازه بود. خوش برد. عزلم بیبی، پیش از اینکه تو چیز بگویی ما برات میگم. خویی را برش گفته تا نیستی که مادرش چرا گریان دادی؟ عزلم، تو هنوزم به خودخواهی خود ادامه میتی. متوجهی هستی یا نیست؟ نه زندگی من نه خوشیای من به اندازه یک ذره به تو ارزش ندارن. توقعی را ندارم که درباره سیفدا فکر کنین، درست است، اما حداقل کمه هم دردی نشان بده. یک کمه. تو هنوزم درباره خود فکر میکنی عزلم. بس از دیگه. و تو؟ مثل پدرایی رویه میکنی که در قدر سالا متوجه بچهش بوده. به خاطر او دختر زندگی تا در خطر مندازی و توقعی رام داری که ما باید همدردی کنم ها؟ شب بخیر. اویگار گفته بود اگه او را چیز شوه باز کل معلومات فاش میکنه. همه قسم شما را تهدید کرده بود. اگه واقعا این کار کرده باشه، مدرکایی که در دست او بود و به خاطر زنده بودن و اگه به علی برسه، علی وقتی درباره بیادر خود کل چیزا بفهمه باز چی خود شد؟ او قسم یک چیز نمیشه. از اول در دست اویگار هیچ چیز نبود جان. مطمئن هستیم؟ شما کل جای پالیدین. اگه چیزی می بود که از ما پد کرده باشه باز حتما پیداش میکردیم. او فقط به خاطر نجات جان خود یک دروغ میگفت. یک دروغ که باید با گذشت زمان میفهمیدم، اما خلاص شد دیگه. امشبم اویگار همراه ما بازی که کرده بود کلش خلاص شد. بعد از این راز علی و پیلوت فقط راز موتو شده و قبر خواد رفت. سلیمان بیادره؟
بیادرت از چیزی که تو فکر میکنی بیشتر نزدیکت است. بیادرم از چیزی که من فکر میکنم نزدیکم است. این دیگه کی است؟ میخوایی بفهمی قاتل پدرت کی است؟ اگر میخوایی که بفهمی ارنی کورکی به قتل رسانده، صبح ساعت 12 در بایکوت به فابریک قدیمی ابریشم به بالاترین منزلش بیا. ده اصل تو یک دختر مناسب به مستی امرای پیلوت تو خود حیف میکنی. نجمی کار را که شروع کنه هیچ وقت نیمه ایلانه میکنه گفته باشم. تو خود دیدی پیلوت، خود دیدی. نجمی جای فرار نیست بچه، از ما فرار کردن نمیتانی. بخیز یک نجمیگه که کوچک وجود داشت، بعدن باز چی شد؟ شیطان او را با خود برد، به خاطر فروختنش برد. لاوده تو اینجا چی کار داری ها؟ شاه دوباره در تختش برگشت نجمیگک. جمع کو بارو بستریتا. چی شده احمق؟ نیک از دیدن من خوش نشدی؟ به آخر راه رسیدیم نجمی نامرد. تا همینجا بوده. چند دقیقه بعد به جایی که پخته مانده بودی آتششان میبینی. کلمه تا بخوان نجمی بی غیرت.
بیبی ارزش یه فرصت بفهم. به هر کسی قسم فرصت دادن نمیشه. علا لعنتی. فرار نکو لوده. تو را میگم نجمی بی عقل. فرار نکو خزنده. فرار نکو. سلام علیکم. علی هروغلا. نظر به ای که تو حال ای ویدیو را میبینی، پس به این ماناست که ما وقت از بین شما رفته بودم. گل بیادر. اویگار حالا دیگه چی مانا میده؟ فکر نمیکنم که پشت مرگم زیاد دق شده باشی. فقط بازم خواستم که یک اثر خورد برات بانم. با ما خو یک چیز خورد، اما با تو یک اثر بسیار کلان است. خب گپ دراز نمی کنم. به خاطر که امیال مرا با چشمای پر از اشک میبینی، فقط به خاطر که به تو یک خوبی بوده میتونه ای کار نمی کنم. ای را خو میفهمی. ای که حق به جانب هستم ایرام گفته نمیتونی. اما مام در رابطه به این مسئله یک حساب بسیار مهم دارم با تو و بدون بسته کردن ای حسابم نخواستم که برم. بعد از ای اگه به ما باور کنی خوب میشه. ای که بیادرت کی است ای را ما خوب میفهمم. بله میفهمم. اگه به یاد داشته باشی ای گپه خواستم که در جنگلان برات بگویم. بیادرت هیچ به اندازه که تو فکر میکنی از تو دور نیست علی. درست دم وقت آقا کورت آمده بود. ای که ای گپه چرا ام وقت برات نگفتم دلیلش آقا کورت بود. به خاطر که آقا کورت بسیار خوب میفهمه که بیادر تو کی است، اما هیچ نمیخواه که ای گپه به تو بگویه. چی؟ همون قسمه که کاکای میخواست که ای گپه برات بگویه، اما با او زار دادن. بله سر کاکایم حمله قلبی نامده بود، بلکه او را از بین بردن. علی بیادر تو علی. بله بیادر بگو بره. و کسی هم که او را از بین برد اما دختر گرسونه که در رستوران نان می آورد امو است. نامش دیلان. عکسش در قوطی برات میمانم. اگه باور نمی کنی باز او را سر گپ آورده میدونی. بیازو اگه میفهمیدم که به ما باور میکنی باز دمی ویدیو ما برات میگفتم که بیادر تو کی است، اما تو بازم ثبوت میخواستی و امو ثبوت در خانه آقا کورت در بین یک صحیفه خاص او را پود کردن علی جان. و از جمله رازایی که از کاکایم به میراث مانده بود یکش امی است. چقدر عجیب است که حالیام ما به تو میراث میمانم. خداحافظ علی هروغلا. بخیز احمق بخیز 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 حالا درد نداره. بخیز. نه هیچ زحمت نکش. نفرایت کلش در یک خواب عمیق رفتن. فقط ما و تو ماندیم تک و تنها. بچه
ما او کسی را که دویگوی من ناراحت بسازه فکر کردی یه قسم الهش میتونم که گردن خدا بلند گرفته دست رکا گردن اک زده بره؟ اجازه میتونم که دل جمع چکر بزنه؟ زینب دخترم، تو اینجا چی میکنی؟ گپ بزن دخترم، کدام چیزی شده؟ بله شده. ای کل زندگیم فقط یک دروغ بوده. خبر شدم. چی؟ دروغ چی؟ خانواده حقیقی من کی است؟ پدر؟ تو چی میگی زینب؟ اصلا کوشش نکنی که این کار کنی. شب گذشته من همه چیز شنیدم. بعد از این من دروغ نمیخوایم. مادرم کی است؟ پدرم کی است؟ میخوایم که بفهمم. خانواده من کی ها است؟ در کجا هستن؟ چرا من ایلا کردن؟ چرا هیچ وقت زنگ نزدن؟ اما من یک خانواده دارم، اما تو نیست؟ شاید هم کدام بیادر، شاید هم کدام خوار دیگه داشته باشم. امکان دارم من یک قسم به کس کوی نباشم. من کی هستم؟ پدر برم بگو. من دختر کی هستم؟ پدر اصلی من کی است؟ فهمیدن تو چی را تغییر میده دخترم؟ وقت همه چیز بفهمی باز مرا مثل سابق دوست نمی داشته باشی؟ بعد از دیگه مرا پدر صدا نمی کنی؟ چیزایی را که برام گفته بودین کلش دروغ بوده. ای که چی قسم یک گس دارم از این خبر دارین؟ یک حقیقت هست که باید برام گفته میشد پدر. نمیفهمم که مادرم کیست، نمیفهمم که پدرم کیست. تو هیچ کسا نداری دخترم. ما تو را از یتیم خانه گرفتیم. گفتی از یتیم خانه؟ بله. اویگار، یعنی گپاش راست است؟ کسی که مرا نمیمونه به تو برسان. واقعا تو دشمنم دارم. بیادرم. ده اصل ما به تو یک چانس داده بودم نجمی. یک چانس از پشت تو نامدم. به خاطر زندگی کردن یک چانس به دست آوردی، اما تو چی کردی نجمی؟ در مقابل دویگو برآمده او چانس از دست دادی به عقل. ای کارو نکن. ای انگشت، ای ماشره به آخرین بار فشار میته. ما ای اسلحه را به آخرین بار به دستم گرفتیم. میفهمی به خاطر چی؟ به خاطر دفن کردن تو. او هم فقط به خاطر گل روی تو.
کلش همه قبول زینب. به یتیم خانه چطور رفته بودم؟ یک آدم تو را در سر سرک پیدا کرده بود. داغنداغ بودی در پالوی سطل کثافات تو را اینا کرده بودن. گفتی سطل کثافات؟ بله. خب کدام یادداشت؟ از مادرم از پدرم یکی کی هستن؟ هیچ چیزی نگفتن؟ هیچ چیز. بازیات پالیدم اما از اونا چیز بدست ناوردم. شاید که سر مادرت در وقت ولادت کدام بلا آمده باشه اما جگرخون نشو. اگر اونا تو را اله کرده باشن ما از روز اول تو را بسیار زیاد دوست داشتیم. سلام علیکم دوستان عزیز، به شما یک کانال رو توصیه دادیم که کانال مادر جان تیجی بهترین ویدیوها رو دارن. میتونیم همه قصه پخش میکنیم و این کس رو دستگیری میکنیم. من سلسله کانال رو در افشان ویدیو و در کامنتر تکلیف میکنم. حتما در مورد ابونه شوید.